سلام دوستان، رضا هستم از کانال تحلیل بازار. به کانال تحلیل بازار خوش آمدید. با من همراه باشید. میخواییم تحلیل پرایس اکشن استراتژی البروکس رو روی چارت 5 دقیقه‌ای نزدک مربوط به روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 برابر با 23 آوریل 2024 رو داشته باشیم. با تشکر از همراهی شما. خب ابتدا یه نگاهی به تقویم اقتصادی میندازیم. اخباری که مربوط به آمریکا هستش ساعت 15 و ساعت 17 و 15 دقیقه و 20 و 30 دقیقه می باشه که بیشترین نوسان رو ما انتظار داریم که در ساعت 5 ربع به وقت تهران داشته باشیم که مربوط در واقع شاخص PMI هستش. خب بریم سر وقت چارتمون. توی چارت در واقع در روز دوشنبه ما که تحلیلش رو ما روز در واقع گذاشتیم توی کانال، میتونید ببینید که در واقع ما یک روند صعودی رو در انتهای بازار شاهد بودیم که این روند صعودی منتج شد به یک اصلاح و در واقع در پایان روز ما یک روند اصلاحی رو شاهد بودیم. واسه ببینیم که آیا روز سه‌شنبه روند ما همون روند صعودی است یا روند تغییر پیدا میکنه. از کندل ابتدایی بازار شروع میکنه. یک کندلی هستش که با گپ بالا تشکیل شده، بیر هستش. بیرها یک حرکتی رو شروع میکنن ولی نمیتونن کف انتهای بازار نیویورک رو بزنن و اینجا میبینیم که موفق میشن و یک حرکت نزولی رو شکل میدن که این کندل همراه با سایه هستش. بعد از اون یک کندل بول رو شکل میدن و بعد از اون یک کندل بیر. دوباره ببینیم که ابتدای روز آیا ما حرکت خوبی داریم توی بازار یا خیر. خب میبینید که یک حرکت در واقع میشه گفت که اصلا حرکتی تو بازار وجود نداره تو این دقایق. روند دوباره یک حرکت بیر رو ما شاهد هستیم که این حرکت بیر اینجا اون قطع میشه و دوباره یک کف سازی داریم. اینجا میتونیم الگوی دو کف رو داشته باشیم و با استفاده از این الگوی دو کف ببینیم موقعیت خرید رو به ما میده یا خیر. خب انتهای زیر این کندل اگه راجع به نقاط ورود دوستان سوال دارن، این نقاط ورود معمولا توی این حرکت یک پوینت زیر این کندل هستش و در واقع یک پوینت به علاوه اسپردی که دارید. عموما من توی این کارگزاری که کار میکنم 24 تا 25
پوینت اسپرد دارن. یعنی من برای اینکه خیالم راحت باشه این عددی که اینجا با های این کندل هستش رو به علاوه عدد 27 میکنم که نقطه ورود قابل اتکایی داشته باشم. ولی ما توی این تحلیل به خاطر اینکه سرعت کار بیشتر بشه میام از نقاط حدودی استفاده میکنم. یعنی حدودا فرض میکنم که اینجا مثلا 27 تا باشه، بیشتر من در نظر میگیرم و خیالتون راحت باشه که موقعیتی که دارید موقعیت مناسبی هستش. خب ما حداقل میتونیم یه ترید اسکلپ رو ما اینجا داشته باشیم، چون نسبت 1:1 رو تا این محدوده در واقع پوشش میده. پس ما یک علامت میزنیم اینجا و بالای این کندل رو بذارید ببینیم اینجا آیا موقعیت. بله، توی این کندل ما وارد شدیم و هنوز محدوده 1 رو پوشش نداده. خب اینجا موفق میشیم اگه در واقع محدوده 1 رو اینجا پوشش میده، من علامت میزنم. اگه شما ریسک پذیر هستید و میتونید سوینگ بکنید، بهتر هستش که این تریدتون رو نگه دارید تا ببینین نتیجهش چی میشه. با توجه به اینکه حرکت انتهای بازار روز دوشنبه در واقع یه حرکت صعودی بوده. خب هنوز به موقعیت سوینگ نرسیدیم. یک سقف اینجا تشکیل میشه، دوباره برمیگرده اینجا. این کف پایین تر از این کف هستش. حالا این دوباره یک حرکت نصف و نیمه بول ها انجام میدن ولی موفق نمیشن. خب ظاهرا تو این نقطه حرکت صعودیمون داره شکل میگیره و میتونیم امیدوار باشیم که موقعیت سوینگ رو داریم. خب یه دوتا کندل بیر قوی تشکیل شده. این میتونه منو خود نگران بکنه بابت این ترید. واسه ببینیم که به چه صورت هستش. بله، سقف جدیدی هم تشکیل نشده. یه خورده این کندل نگران کننده هستش. ولی خب بعد از اون یه کندل بول تشکیل شده. امیدواریم که این بیرها زیاد موفق نباشن. شما در جهت در واقع بول ها اومدیم، شرط رو بستیم به خاطر اون حرکتی که روز قبل داشتیم. خب بله، یک حرکت خیلی خوب اینجا بول ها شکل میدن. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا کندل پشت سر هم بول ها موفق هستن و انتهاش. اینجا شما میتونین موقعیت سوینگتون رو ببندین یا اینکه باز منتظر وایسین ببینین که چه نقشه و راهی رو بازار نشونتون میده. خب ادامه میدیم. میبینیم که اینجا یک واکنش عالی به میانگین متحرک داریم و میبینیم که میتونیم حتی نسبت‌های بالاتر رو هم فتح بکنیم. پس بهتره که همچنان صبر بکنیم. خب نسبت 4 رو موفق شدیم الان به دست بیاریم. به نظر من نسبت 4 یک موقعیت عالی هستش، نزدیک به سقف‌های روز گذشته هستش. اگه تایم رو بگیریم، تایم ساعتهای 11 و نیم به وقت تهران میشه و شما میتونین اینجا
سودتون رو سیو بکنید و اگر مایل باشین دوباره توی حرکت صعودی بعد شرکت بکنین. خب اینجا این کندل یه خورده سایه بالایش منو نگران میکنه، به خاطر همین سعی میکنم که ببینم بازار برنامهش چی هستش. احتمال داره که این موفق نشه سقف جدیدی رو به وجود بیاره. این کندل از لحاظ من کندل زیاد قوی نیست در مقایسه با این کندل. از ادامه میدیم ببینیم که روند به چه صورت پیش میره، آیا موفق هست یا نه. خب میبینیم که اینجا یه سقف جدید و سقف جدیدش زیاد ارتفاعی نداره و بعد از اون یک کندل بیر خیلی قوی تشکیل میشه. تو این موقعیت ها من توصیهم این هستش که شما عجله نکنید، وارد بازار نشید تو این موقعیت ها، چون موقعیت پر ریسکی هستش. ببینید این سایه هایی که این کندل ها دارن یا نشون میده که بیرها وارد عمل شدن و احتمال ریزش بازار وجود داره. خب ببینیم ادامهش به چه صورت میشه. یک حرکت روند صعودی ضعیفی رو ما شاهد هستیم. اینجا این کندل بول قوی هستش، ولی نقطه قرارگیریش نقطه مناسبی نیست. یعنی ما یه پشتوانه بیر قوی اینجا داریم و روند قبلی ما روند صعودی خوبی نبوده، به خاطر همین این نقطه به عنوان نقطه ورود مناسب به نظر من نیست. واسه شما به کل این موقعیت چارتتون همیشه توجه بکنید. خب این حرکت بیرهاست و اینجا یک روند نزولی نسبتاً ضعیفی رو ما شاهد هستیم. می‌بینید که دو تا کندل بول داریم، دوجی داریم، کندل ها سایه دارن به خصوص تو این نقطه و این روند احتمالاً توی این نقطه قطع میشه. با توجه به این سقفی که اینجا تشکیل شده واسه ببینیم آیا نقطه ورود مناسبی هست یا خیر. پس اجازه بدید من ابتدا این نقاط رو به عنوان نقاط ورودی علامت بزنم ببینم میشه روشون حساب باز کرد یا خیر. خب ابزارمون رو بیاریم اینجا، استاپمون رو معمولا 1 پوینت زیر این کندل بیر و 1 پوینت به علاوه اسپرد بالای این کندل بول نقطه ورودمون میشه. خب ببینیم کندل بعدی بله به ما امکان ورود میده. اینجا وارد میشیم ببینیم که به چه صورت میشه سرنوشت بازار. خب نسبت 1 رو در واقع موفق میشیم که به دست بیاریم. دوباره اینجا یک سقف و یک روند صعودی. یعنی اگه شما اسکلپر هستید میتونید اینجا سود بگیرید و اگر سوینگ میکنید بهتره که صبر بکنید. توی این نقطه میتونید خارج بشین. این نقطه مناسبی برای خروج هستش. این نسبت 2 معمولا نصف موقعیت رو توی نسبت 2 اونایی که سوینگ میکنن میبندن و مابقیش رو میذارن برای ریسکای بیشتر و موقعیت های پرسود
بعدی. خب میبینید که یک روند پرنوسان رو ما اینجا شاهد هستیم. اینجا بله تو این نقطه ای هستش که اینجا این نقطه ای هستش که اطلاعات امریکا، اون آمار اطلاعات PMI منتشر شده. شما میتونین اینجا موقعیتتون رو ببندین یا اینکه یعنی توی ریسک ریوارد یا در واقع درستش ریوارد به ریسک 4 پوزیشنتون رو ببندین یا اینکه صبر بکنین ببینین این کندلای بولی که تشکیل شده به نظر من یک روند صعودی خوبی هستش، میتونه ادامه دار باشه و موقعیتتون رو نگه دارید. خب میبینید که یه الگوی 2 سقف تشکیل شده. ببینیم تکلیفش چی میشه. سقف سوم یه خورده بالاتره. میتونیم امیدوار باشیم که همچنان موقعیت داریم. خب یک واکنش و 2 مرتبه. اینجا دیگه نقطه ای هستش که شما باید به این نتیجه برسین که موقعیتتون رو باید ببندین. یعنی ریسک به ریوارد 8 در واقع این یک عدد خیلی عالی هستش. میبینید که اینجا بول ها هم دیگه قدرتشون رو از دست دادن تو این نقطه. به لحاظ تایمی هم که نگاه بکنیم اینجا هولوش ساعت 9 شب به وقت تهران هستش. بازار نیویورک عموما فعالیتش تا ساعت 11:30 و حرکت بول ها تا حوالی نزدیک ریوارد به ریسک 10 هم ادامه پیدا میکنه و اینجا به نظر من دیگه انتهای زور بازار هستش و بعد از اون دیگه باید شما فکر سیو سود باشین چون انتهای بازار هستش. خب نقطه 10 هم تو این موقعیت قطع میکنه و میتونیم به TP 10 هم برسیم که یک موقعیت واقعا استثنایی هستش. خیلی کم هست ترید هایی که بتونه یک همچین ریسک به ریوارد عالی رو به دست بیاره. نگاه کلی به بازار که نگاه بندازیم از این 2 تا خط در واقع موقعیت امروزمون هستش که میبینیم یک روند صعودی خیلی خوب رو ما شاهد بودیم. اینجا این تقریبا میشه گفت رنج رو شاهد هستیم. اینجا یک استارت، بعد یک استراحت، یک صعود نصف و نیمه و از اینجا دوباره صعود رو ما شاهد بودیم که با توی این موقعیت اگه حجم زیادی رو وارد میکردیم میتونستیم سود زیادی رو کسب بکنیم و نقاط خروج مناسبی رو هم پیدا کردیم تو این ترید. خب دوستان خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. از صبر و حوصله‌تون متشکرم. خواهشمندم که کانال ما رو سابسکرایب کنین. جهت اطلاع از آخرین ویدیوهای منتشر شده هم زنگوله رو بزنید. با تشکر. خدا نگهدار.